ها به نظرم جزء بازی خفن واقعا. امشب توی این ویدیو میخوام ببینم تنهایی هم میتونیم تفریح بکنیم یا نه. خیلی کار سختی حس میکنم چون همه همیشه یا با اکیپن یا با دوستن یا با پسر یا با دختر هرچی، ولی تنهایی هیچ وقت هیچکی تفریح نمیکنه. این واسه هم یه سوال بود که واقعا میشه تنهایی خوش گذروند؟ نمیدونم، پس بزن بریم ببینیم میشه یا نه. خب بچه برای بازی اول اومدیم یه بیار رو بزنیم تو اوپال، عشق کنیم، تنهایی هم کارا رو خواهد بزن. ایلام مسام بیا بنیش باشه دمو خواهم حرف بزنه. اینا واقعا به ما نمیخوردن، خیلی ضعیف بودن و در حال دیگه. کجایی؟ حالا خیلی بابا شو اصلا به ما نمیخوردن. قوی‌تر آقا، قوی‌تر بود زنگ بزن. این ببین بذار باشه بذار باشه. آقا ویار خیلی حال داد، یعنی یه روز اگر تنها بودید واقعا میتونید بیاید ویار. خیلی حال داد، خیلی باحال بود. من اصلا بریم برای آیتم بعدی، بریم ببینیم دیگه تنها باشیم کجا میتونیم بریم. یعنی واقعا خودم هنوز فکر کنم که تنهایی چیکار میشه کرد، کجا میشه رفت. یه خوردم ترسناکه تنهایی در حقیقت و در کلشون. همه کارا یا دوتاییه یا ستاییه، ولی بریم ببینیم کجا میتونیم بریم. خب بچه‌ها بعد بیار چی میچسبه؟ یه کافی باحال. کجا بزنیم؟ دورا کافه آقای رامبد جوان. یه کافی بزنیم. یه کروسان لوتوس من اینجا خوردم، خیلی کرست. یه ویدیو اومدیم اینجا خیلی بمبه. اومدم دوباره اینجا تجدید خاطره کنیم، اون رو بزنیم و بریم. قراره ببینم بورد گیم هم میتونیم تکی بازی کنیم. نمیدونم، یعنی هر چقدر فکر می‌کنم میگم آقا بورد گیم یه نفره نمیشه، ولی یه سری بچه‌ها گفتن که نه آقا بورد گیم هم یه نفره مثل که داره. حالا قراره برم کافه که بچه‌ها نمیدونم بورد گیم داره آماده یا نه، موجود هست بورد گیم یه نفرش یا موجود نیست. یه کافی بزنیم، یه کروسان بزنیم، بریم بورد گیم. ببین کافه اومدن تنهایی یه حس غمی توشه، یه حس ناراحتی داره. حس می‌کنی واقعا آدم تنهایی هستی و واقعا آدم تنهایی هستی. کلیاتش تنهایی، ولی خودتو دوست داشته باش. من خودم زیاد تنهایی کافه نمیرم، رستوران نمیرم، تنهایی خونم، ولی تنهایی تو قدرشو بدون. دیگه 4 روز یه بچه دار میشه، بعد وقت پوستت کنده میشه. اصلا غم میده. بذار باشه بذار باشه. بچه وقتی که شما تنهایید و میرید بیرون میتونید بیایید فکر کرده و بشید کاراگاه. من الان کاراگاه یه پرونده قتل دختر جوان و کی کشتش؟ این آخرین وصیتشه که واسمون به جا گذاشته و توی خیابون 58 به قتل رسیده و توی روزنامه نیویورک تایمز راجبش خیلی اطلاعات داشت، ولی خیلی پرونده سخته. بچه یه چیز باحالی که این مدل بازی‌ها داره، یه چیزی که داره که من خودم خیلی دوست دارم، ما یه سری داده داریم، یه سری اطلاعات داریم و یه سری سرنخ داریم. اینا رو همه رو باید به هم وصل کنیم تا به این نتیجه‌ای برسیم. حالا ممکنه یه قطع صورت گرفته باشه، عمد یا غیر عمد باشه، یا خیلی اتفاقای باحال دیگه‌ای که میفته. و این بازی شرلوک هولمز که خیلی من خوشم اومد ازش، یه نقشه باحال، نقشه لندن رو بهمون کامل داده. این خیابونای لندن، وای حاجی من دم این پل چقدر خاطره دارم، یعنی میشستیم با بچه‌ها اینجا. آره
خیلی بازی باحالیه، ما اینو حل کنیم حالا با داده هایی که داریم. یه دونه این هم خیلی باحاله. این بچه دفترچه لندنه و راجب شرکتاش و زندان و خیلی واقعیه، همه چیش واقعیه و کلی توضیحات توش داره. حتی عکس لندن اون موقع هم زده. خیلی باحاله، خیلی خوشم اومد. اینو حل کنیم بریم سراغ گیم. آقا بهترین کاری که میتونی بکنی تو اوقات فراغتت واسه تنهایی چیه؟ عشق و حال. یعنی ببین رفتم تو کل بچگی، یعنی عشق من اینه، اینم دوستمه که داره فیلم میگیره. الان این من اینونه میخوایم من بزنم تنهایی اینجوری بریم یه دونه بوتلت هم یه دونه بزنیم. من بودام زیاد و الان تیز شدم. اصلا غم میده. میبینی اینا چیکار میکنه؟ خجالت هم نمیکشه. اما بهترین کار واقعا بازی، یعنی اصلا فرق نمیکنه چند نفر باشی، کجا باشی، چه لوکیشنی باشی. فقط من چند وقتش توی کوه گیر کردم، آنتن نداشتم، خیلی از بازی‌ها رو نمیتونستم بکنم. یعنی اینترنت خیلی مهمه، ولی به نظرم حتما موقعات تنهایی تو میتونید بازی کنید. بنت بباز بعد بگو بچه شوخی کردم تا الان من پاندای بودم. بچه من کاملا با تو شوخی کردم، من این پاندای بودم همونطور که میبینید کمرش شکوندم با اینکه کیمو خیلی دوست دارم. ولی آقا به نظر من واقعا جزو بازی به نظر من جزو بازی خفن واقعا این فرقی نمیکنه کجا باشی، کی باشی، چی باشی، چی نباشی. اولی که بچگیمونه خیلی حال میده، خیلی خوبه و واقعا جزو بازیایی که هیچ وقت قدیمی نمیشه. من حس می‌کنم تو 50 سالگی من میتونم اینو بازی کنم. و در آخر اگر حال ندارید و پول نداشتید و کسی نبود باش برید بیرون، بهترین انتخاب اینه که بمونید خونه و فیلم ببینید. منم میخوام برم فیلم ببینم. پس فعلا